سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل یوتیوب پامکین. و اینکه ما توی اولین ویدیو قراره که یاد بدیم که چجوری یه سرور کیوبیکور 5M رو از بیسیک، از همون صفر بسازیم. خب دوستان، این چنل یوتیوبی که ما ساختیم فقط درباره سرورهای کیوبیکور هستش و درباره فریم های دیگه نیست. فریم چیه؟ فریم همون روش آرپیه. روش آرپی که نه، هر فریم اسکریپت های مخصوص خودشو داره. اگه دقت کرده باشید مثل سرورهای نوپیکسل، سرورهای سانست فرق دارن با هم. سانست ESX، نوپیکسل کیوبیکوره. به خاطر همین از ESX بیشتر از RP هم استفاده میشه، ولی ازش هم میشه به عنوان سرورهای RPG یا همون PvP استفاده کرد. یعنی PvP ESX بهتره، ولی کیوبیکور فقط برای هیوی RP. PvP میشه توش ساخته، ولی خب اونقدر خفن در نمیاد. یعنی اسکریپت هایی که برای کیوبیکور ساخته شده مخصوص PvP نیستش. اینجا بهتون بگم. پس خلاصه اینو بهتون بگم که این ویدیو به چند پارت تقسیم میشه. فقط حدود هلوش 20 پارتی بشه و ما میخوایم یه سرور هیوی RP رو از 0 تا 100 بسازیم براتون و با اسکریپت خفن هیوی RP دیگه. یعنی ما سرور رو میسازیم، اسکریپت رو تغییر میدیم و یه سرور هیوی RP ما داریم آخرش. خب ما چند نوع فریم ورک داریم؟ ما 3 نوع فریم ورک داریم. ESX داریم، اسنشیال مود داریم، کیوبیکور داریم. ESX و اسنشیال مود مثل همن، فرق نمی‌کنه اون توضیحی که بهتون دادم، ولی کیوبیکور همون به قول همون حرفی که زدم هیوی RPه. خب و اینو بهتون بگم که این چنل یوتیوب فقط درباره کیوبیکور هستش، یعنی نه درباره ESX نه درباره اسنشیال مود. و اینکه سروری که ما می‌خوایم ران کنیم داخل لوکال هاست هستش و ادیت هایی که می‌خوایم براش بزنیم داخل لوکال هاسته. در آخر که سرورمون آماده شد یه VPS تهیه می‌کنیم و داخل VPS ران می‌کنیم که آموزش ران کردن سرور توی VPS رو بهتون میدم. فرق لوکال هاست با VPS چیه؟ لوکال هاست یه داخل سرور داخل سیستم خودمون هستش. یعنی وقتی سرور ران کنیم اصلا داخل سرور لیست کلی 5M نمیره، فقط برای خودمونه. ولی اگه داخل VPS بره داخل سرور لیست میره. اینجا بهتون بگم. خب برای ران کردن سرور ما نیاز به 3 تا برنامه داریم: XAMPP، HeySQL، ویژوال استودیو کد. XAMPP در از همون ارتباطی بین سیستم ما و دیتابیسه. HeySQL چیه؟ HeySQL همون دیتابیسمونه. دیتابیس چیه؟ یعنی همون مشخصات پلیرها، پولشون، شغلشون، اینا داخل این سیو میشه که وقتی وارد سرور شدن لود میشه و تام پلی بدن. ویژوال استودیو کد چیه؟ برای اینه که کدهای اسکریپت ها رو به ما نشون بده. کلی برنامه داریم ولی بهترینش ویژوال استودیو کد که میتونیم کارو کنیم، چون آنباگینگش چی میگن، میتونیم راحت باش باگگیری کنیم ایناست. و پس این که ویژوال استودیو کد برای ادیت کدامونه و کانفیگشون. خب اول میریم این 3 تا برنامه رو دانلود میکنیم. من لینک این 3 تا برنامه داخل دیسکریپشن میذارم. اگر داخل دیسکریپشن نبود میتونید برید جوین بدید به کانال تلگراممون. برای جوین شدن به کانال تلگرام برید داخل چنل یوتیوب، زیر پروفایل لینک تلگرام من گذاشتم. کل لینک ها رو گذاشتم داخل تلگرام. خب یا اینکه خودتون هم میتونید برید سرچ کنید، حتما نیاز نیست برید داخل تلگرام. میتونید سرچ کنید دانلود اشتباه کردم، دانلود مثلا HeySQL. میرید تو اولین سایت یاس دانلود، حتما آخرین ورژن رو دانلود کنید. یاس دانلود آخرین ورژن رو میذارم. دانلود میکنید، اینم پسوردشه که چی. بعدی میرید سرچ میکنید دانلود XAMPP، XAMPP. میرید داخل سایت صاف 98. اینجا 2 تا نسخه ما داریم، 32 بیتی داریم، 64 بیتی داریم. نسبت به سیستم عامل خودتون 32 بیتی یا 64 بیتی رو انتخاب کنید. حتما آخرین ورژن رو دانلود کنید. این زیری باش کاری نداشته باشین. ببین 8212. حالا چون من VPN وصل کردم نمیتونم دانلود کنید. کپی کنید پسوردشو و اکسترکت کنید. برنامه بعدی ویژوال استودیو کد. میرید سرچ میکنید ویژوال استودیو کد. تو اولین سایت خودش هستش، خود سایت ویژوال استودیو کد.
میرید داخل سایت، بالا سمت راست زده دانلود میزنید و برنامه رو دانلود میکنید. خب ما اول میریم رو اکسترکت میکنیم. خب ما این برنامه رو اکسترکت کردیم دیگه، با این روش کاری نداریم. میریم برای دانلودش. خب میریم اول زمپ رو دانلود میکنیم چون حجمش خورده بیشتر، یعنی طولانی تر دانلود میشه. اینو میزنیم کام تو زمپ، یس رو میزنیم، اوکی رو میزنیم، نکست. با این صفحه کاری نداشته باشین، اصلا بهشون دست نزنید. خب تو درایو سی تون میخوایم باشه، نمیدونم میخوای ای تون باشه، فرق یا از اینجا تغییر بدین یا بریم مثلا این کلمه رو مثلا تغییر بدیم ای. مطمئن شم اول برید داخل ای. نکست رو میزنید، منتظر میمونید تا دانلود شه. تا این دانلود شه ما میریم بقیه برنامه ها رو هم دانلود میکنیم. SQL میریم دانلود میکنیم، accept رو میزنید، اینم میزنیم داخل ای. بزنید از تغییرش از اینجا تغییر بدم، بره خودش انتخاب میکنه SQL فایلش رو. نکست رو بزنید، نکست نکست. خب این سری دانلود میشه. این لانچر رو غیر فعال کنید، فینیش رو بزنید. خب اینم از SQL. این دو سراغ ویژوال استودیو کد. از اکسپت رو میزنیم، اینو به نظرم بهش دست نزنیم، به لوکیشنش بهتره. نکست رو بزنیم، نکست. دسکتاپ آیکون میخوایم، اینستال. خب اینم منتظریم تا دانلود شه. خب دو تا برنامه دانلود شد. این دو تا تیکه آخرش هم برداریم، این لانچ میکنه برنامه رو. خب ما دانلودامون رو انجام دادیم دیگه، با این سه تا فایل هم کاری نداریم. میریم سراغ برنامه اصلیمون که ایناست، زمپ داخل فایل لوکیشنش یه شورتکات میسازیم. بیا تو دسکتاپ، به طرف اینجاست. خب این سه تا برنامه رو ما اینستال کردیم و میتونیم الان یه سرور 5M بسازیم. خب اول من یه سری توضیحات براتون بدم، چون تو این ویدیو ما قرار نیست سرور رو بسازیم، فقط یه مقدمه درباره توضیحات این برنامه هستش که چیکار میکنن. خب زمپ چیه؟ زمپ بهتون که گفتن ارتباطی بین سیستم ما و HSQL، یعنی به ارتباطی بین سیستم ما و دیتابیس، و اگه رانش نکنیم و گزینه‌ای که میگم فعال نکنیم توی ران سرور به مشکل می‌خوریم، ارور میده. کلا سرور ران میشه ولی وقتی میخواید داخل 5M برید استارت رو میزنید میخواید جوین بدید ارور میده، میگه که نمیدونم مشخصات لود نمیشه، همچین چیزایی درباره دیتابیس. HSQL چیه؟ HSQL همون دیتابیس ما که بهتون گفتم. تک تک این برنامه بزنین بهتون نشون بدم داخلش چه شکلیه. همچین شکلی داره. ما برای ساخت سرور باید حتما این دوتا رو ران کنیم، این و این. استارت این دوتا رو باید بزنیم و این عددش هم باید بیاد حتما. چون فعلا کاری نداریم آفش میکنیم، تا پارت بعدی به دردمون میخوره. HSQL چیه؟ HSQL دیتابیسمونه. حالا چون من قبل دیتابیس داشتم پاکش میکنم. شما در از همچین صفحه ای دارید میبینید، یعنی اصلا اینجا خالیه و هیچی نداره. خب باید چیکار کنیم؟ باید اینجا نیو رو بزنیم. نیو رو میزنیم، هر اسمی که دوست داشتید میتونید بذارید. مثلا چون ما سرور میخوایم بسازیم اسمش رو میذاریم پامکین. اوپن رو میزنیم، میبینید ارور داره میده. به خاطر چی ارور داره میده؟ به خاطر اینکه زمپ ما ران نیست. زمپ رو باز میکنیم، دو تا گزینه اولو یعنی مای اسکیول و آپاچی رو ران میکنیم، اون میبندیمش دوباره. حالا اسکیل دوباره باز میکنیم، اوپن رو میزنیم، میبینید که باز شد. خب
به اینا اصلا دست نزنید، اصلا پاکشون نکنید، چون اینا باید حتما باشه. اگه نباشه به یه سری روی سخت افزاری میخواد یا نرم افزاری، اصلا به اینا دست نزنید. اینا اصلا هیچ فایده‌ای نداره اگه دست بزنید. خب ما این برنامه کاری نداریم. ویژوال استودیو کد باز میکنیم. چون من قبل کد میزدم اینا رو پاک میکنم. شما در از همچین صفحه‌ای میبینید وقتی ران کنید این بالا سمت چپ میزنه ویلکام، میذاره رنگی که میخواید صفحتون داشته باشه انتخاب میکنم. اون دیگه به خودتون ربط داره دیگه، اون هر چی دوست دارید میتونید بذارید. ویژوال استودیو کد هم همچین صفحه‌ای داره و چیز پیچیده‌ای هم نیستش. یه خورده حالا باش کار کنید دستتون میاد چجوری. خب پس این سه تا برنامه رو ما توضیح دادیم و داخل پارت بعدی قراره که یه سرور کیوبی کور بسازیم و این سروری که ما میسازیم آماده هستش. فقط یه سری توضیحات مقدماتی بهتون میدم، چون سرور کیوبی کور اگه بخواید از صفر بسازین، اسکریپت رو خودتون دانلود کنین، نمیدونم کانفیگور رو انجام بدین، خیلی سخته. یعنی اینجوری بهتون میگم حداقل یه 2-3 روز فکر کنم طول بکشه. اگه خیلی چی میگن حرفه‌ای باشید حداقل یه روزه. بعد اینکه همین دیگه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. سابسکرایب یادتون نره. حتما پارت بعدی هم ببینید، چون داخل پارت بعدی قرار سرور رو ران کنیم و توضیح مقدماتی رو بدیم. خیلی ممنون این ویدیو رو دیدین. خدا نگهدار.